فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی گفتن که در تلویزیون دیدم که شخصی روایت آورده بود که گفته اگر کسی دزدی کنه و زنا کنه میره به بهشت. آیا چنین چیزی وجود دارد؟ راجع به این مسئله مهم عقیدتی هست که هر آنکه اصل توحید را با خود داشت، از شرک، کفر، نفاق بری و عاری و خالی بود، حتما الله تبارک و تعالی او را به جنت میبره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که کسی که لا اله الا الله از صدق دل از ته دل لا اله الا الله از ایمانداری و با صداقت میگوید دخل الجنه، واردی جنت میشود. اما اعمال قسمی که حسن بصری رحمه الله از ائمه تابعین بیان داشتن میگه که اعمال دندانه های ای مفتاح و دندانه های ای کلید است که یعنی کلمه توحید و اخلاص در کلمه توحید که جنت را برایت باز میکنه. اینجا که افرادی که مرتکبی گناهان کبیره میشوند در روز قیامت تحت مشیت الله تبارک و تعالی، قسمی که عقیده اهل سنت و الجماعت و بیان نصوص قرآنی هست و احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، در روز قیامت اینها به اعمال زشت خود محاسبه میشوند. به اعمال زشت خود محاسبه میشوند. بعضی از اینها جزئی از مجازات خود را در قبر میگیرند که در اونجا دیگر یعنی مجازات مطلوبی اونها با پایان میرسه. یک بخشش در اینجا میگیرن، بخش دیگری در روز قیامت. و بعد از که الله تبارک و تعالی با غلبه وزنه اعمال نیک اونها را میآمرزه تا در تحت مشیت و خاص الله تبارک و تعالی هستند که مجازات میکند با طبق بدی هایشان، با اونها را جزا میدهد در دوزخ. سپس در پایان بعد از پاک شدن و گرفتن جزا و مجازات خود با اصل توحید دوباره الله تبارک و تعالی اونها را از دوزخ بیرون ساخته و وارد جنت میکنه. این یعنی مطلبی که استاد صالحی یا دیگر گفتن یا دیگر علمای اسلام میگوین به همین معنا هست که یعنی حتما کسی که اصل توحید داشت و از شرک و کفر و نفاق خالی بود، در حق الله تبارک و تعالی ظلمی بزرگی را انجام نداده بود، حتما از دوزخ رهایی می‌یابد و به جنت میرسد. قبل از عفو الله تبارک و تعالی در اول به سراغ او برسد و او را از اول الله تبارک و تعالی وارد بهشت بسازد، یا ای که در بدل گناهایش مجازات شود و بعد از آن به جنت برود. و در مجموع آنچه که به حقوق بندگان هست، در مجموع نصوص که دلالت میکنه قتل، حق تلفی مال مردم، ظلم و ستم بر کسی، در مجموع نصوص بیانگر ای هست که با دو طریق ای مجازات میشود. یکی که از اعمال نیک او با کسی که بالای او ظلم کرده، بالای او تجاوز کرده، با او داده میشود، و اگر کفایت نکرد باز هم یک دوزخ برای او، یعنی در بقیه مجازات خود در دوزخ میگیره. ولی در پایان با اصل توحید خود و با اصل ایمان خود از دوزخ رهایی یافته و به جنت میرسد. عدل الله تبارک و تعالی در هیچ مورد قابل اعتراض و عقیده اسلام و دیدگاه و بینش عادلانه و منصفانه اسلام به هیچ وجه در هیچ مورد یعنی قابل انتقاد نیست، مگر اینکه بعضی ها غلط فهمی خود را، چیزی را غلط بفهمند از اسلام، تصور غلط از مسئله در اسلام برای خود ایجاد کنند، بعد او بالای او مسئله بسازند. قسمی که
پرسنده عزیز در اینجا داشتن، اول مسئله را غلط و اشتباه فهمیدن، برداشتشان در مسئله غلط بوده، بالای او باز مرتب ساختن که اینجا اشکال در دیدگاه و بینش اسلامی وجود داره، حالا که هیچ نوع اشکال در دیدگاه و بینش اسلامی در این قضیه وجود نداره و عدل الهی در همه حالات در همه حالات عدل الهی خواهد بود و هر کس که جریمه انجام داده در حق شخص پاداش یعنی مجازات جریمه خود را به دست خواهد گرفت.